حالا گوش کن، میری اما منصرف نمیشی. کل چیز خوب است بچه‌م، در وقت نامناسب خونه آمده. اگر راستش پرسان کنین قماندان صاحب، هیچ وقتی قسم یک چیز رخ نداده بود. بعضی وقتا حتی پشت جنگ کردن با خانوادم دلم تنگ میشه. خوش شدم. با یک جاسوس ارتباط دارم که حال در خارج از مرز است. در این چند وقت اتفاقات زیاد رسپری کرده و ما هم نمیتونم که برم. میفهمم که تو بچه ها رخصت هستین، اما میخوایم که تو به این ماموریت بری کن. اطاعت میشه قماندان صاحب. ما با قماندان صاحب موضوع اطلاع میتم. تو آمادگی تا بگی، درست است؟ درست است قماندان صاحب. کدام امر دیگه دارین؟ راستی چای نمیخورین؟ نه بسیار تشکر، بخیر یک وقت دیگه. تو آمادگی های تا بگی کن. اطاعت میشه. قماندان صاحب شما خوب هستی؟ خوب میشم کان، شاید یک کم وقت بگیره اما خوب میشم. روزتان خوش. آلگان ساعت چند است؟ با 4 مانده. راستش آلگان بچه مینا مجبور هستن که هر دفعه بیاین و اینجا بشینن ها؟ هیچ نمیفهم چرا اینجا میاین میشینن. باور کو بیخی دیوانه میشم. چی یک خواب شیرین میدیدم بچیم. میفهمی فکر میکنم هنوزم در خواب هستم. راستی؟ باور کو. میخوای برات قصه کنم ها؟ قصه کن، ما به تشویش شدم. خدا خیر پیش بیاره. خواب میدیدم که در وطن هستم. دانه دانه برف میبارید به خدا. میفهمی پیش بخاری شیشته بودم. بخاری بسیار مرا گرم آورده بود. بیخی گرم آمده بودم. یک کار عجیب شده بود. میفهمی پیش ریم کی شیشته بود؟ کی شیشته؟ کیم شیشته بود. کیم کی است لالا؟ کیم کی است؟ کیم دیگه کیم کارداشیان. مقصدم از کیم کارداشیان از او پیش ریم. نه دیگه. باور کو بیادر. فهمیدی پیش ریم کیم کارداشیان شیشته بود. مام دیگه یک دفعه قصه را شروع کردم. گفتم هلو کیم، مای نیم از اورهان. باز برش گفتم وات از یور نیم. همه که انگلیسی مرا شنید سرم باور کرد و ترکی را شروع کرد. راست میگم. گفت که اورهان جان برات بولانی پخته کنم ها؟ بولانی؟ باور کو 2-3 دانه پیش رویم آورد. همراهش چایم آورد. باز میفهمی برم چی گفت بخو قندم. بازی قسم از کنجا که چشم طرفم سایل میکرد. مام چای گرفتم طرف روی می قسم نزدیک میشد. باز میفهمی کی آمد؟ کی؟ جنیفر لوپز. نه دیگه. خودم هم نمیفهمم کی فیلم است یا خواب. اگر دروغ بگویم خدا تو را از ریم بگیره. باور کو که من راست میگم بیادر جان. در دستو هم دوغ بود. برام گفت که تو ای دوغ بخور. حالی ای از یک طرف و از دیگه طرف. گفتم دخترا میکنک نباشه، فکرتان باشه سام خراب میشه. یکیش چای آورده بود دیگه‌ش هم دوغ. ما گفتم یک دقیقه. گفتم از دست تو چای و از دست تو دوغ میخورم. گفتم هیچ مشکلی نیست، اما کسی گپم مشنوه. وقت در جان یکی دیگه افتاده بودن. موضوع چی بود؟ بیادرکت. جذابیتی بیادرکت بود جان. البته که جذابیت بیادرم زیاد است. اورهان جان میشه خوابت تعبیر کنم؟ تو چی به گپا خو خیر برو تعبیر کن. صحیح تعبیر میکنم. بی اورهان جان نظر به گفته های تو یک آدم دیوانه و روانی میشی. فهمیدی بچه؟ حالا اینا رو ببر. مردم در اونجا منتظر قهوه هستن. تو چه قسم آدم هستی؟ توبه ماچون که کیم کارداشیان است، ماچون که جنیفر لوپز است، کی از چای است. حالا ببر. ما برات راز شخصی خدا گفتم. ای بنده فقیر برات خواب خدا قصه کرد. اما تو آدمی هستی که قدر مرا نمیفهمی. لعنت به تو دوست. دا عمری اشتباه دیگه نمیکنم. مسائل شخصی را آمده اینجا برام. ما برات مسائل شخصی خدا گفتم. ما هم برات تعبیر میکنم. زنده باشی بچه. خوب، چی گپ شده دگروال؟ قماندان صاحب به تشویشی هستم که در وظیفه خود ضعف نشان نداده باشم. اگه نمیفهمین که تو را خوب میشناسم کوپوس. ایره خوب میفهمم که چقدر پابند وظیفه هستی و اینقدر تو را میشناسم که با دیدنت میفهمم که چی گپ است و چی نیست.
چی شده بگو. موضوع شیلا است. میفهمین دیگه با او من بله از این رابطه خبر هستم. فکر میکنم کوشش کرده که مرا بکشه. اگه واضح تر بگویم علیه من کوشش کرده سوی قصد کنه. تو چی میگی کوپوس؟ ات یک چیز چطور امکان داره؟ من سری قضیه پرده انداخته نمیتونم، تو هم انداخته نمیتونی. به خاطر که موضوع اینجا تو نیستی. موضوع اینجا دگروالی است که در بحرانی ترین موقف نیروهای ویژه ایفای وظیفه میکنه. خوب چی کردی؟ قماندان صاحب فوراً به سارنوالی معلومات لازم دادم. بخش امنیت هم مطلع ساختم. بعدش کوشش کردم او را پیدا کنم، اما فکر میکنم که ناوقت کردی. کار را که باید میکردی کردی. بله، تصمیم ماندن در اینجا هم درست بوده. کدام چیز دیگه میگی؟ نه خیر قماندان صاحب. با تیم خبر بتین 15 دقیقه بعد حرکت میکنیم. اطاعت میشه قماندان صاحب. راستش کوپوز حادثه دلخراش است. کوشش کو که از حادثه نجات پیدا کنی. یک چیز برات میگم، او زن کوشش کرده که تو را از بین ببره اما موفق نشده. اصلا اجازه نده که کار دوباره انجام بده. هرگز اجازه ای کار برش نمیتونم. صبح بخیر. صبح بخیر. وقت در بیدار شدی؟ خواستم کمی هوایی تازه بگیرم. چطور هستی؟ ارشاد بیبی من میفهمم. درست است. میفهم. تو چی را میفهمی؟ میفهمم که نمیخوای گپ بزنی. میخوای که مثل سابق در بین ما کدام رابطه خاص نباشه. میفهمم. میخوای که زخم‌های التیام پیدا کنه. درک میکنم. حتی نمیخوای که مرا ببینی. میفهمم. ما به این همه راضی هستم چیده. باور کن هیچ کدام اینا رو انجام نمیتونم. فقط ای را بفهم، به خاطر دیدن دوباره تو راضی هستم هر چیز از دست بتم. اما چیزی ما از دست بتم. اما چیز ما تو هستی. ای را خوب بفهم. دوستا جمع شوین. حالا بیا دارا. حالا دوستا دقت. سلام دوستا. سلام. بره. اطاعت میشه قماندان صاحب. ارشاد خالب و سلجوق هم بگی قماندان صاحب ده هلیکوپتر دیگه همراهی کن. اطاعت میشه قماندان صاحب. غالب، سلجوق.
حالا آقایان میره. بلندی ها هوای تازه داره، جوانی درد به اندازه داره، دلم چندان خرابی دید از عشق که نی دیوار و نی دروازه داره. خیستی دخترم، هنوز وقت است، چرا کم دیگام خو نشدی جانم؟ تشنه شدیم. تو چرا خو نشدی مادر؟ تو به لالای تروان کدم، بعدش هم مرا هیچ خو نبرد. آقای محترم رفت. اعصابش آرام شده بود؟ اعصابش نارام نبود که آرام شوه. در پیش روی کلگی خانه را به میدان جنگ تبدیل کرده بود مادر. تو چرا خنده کرده میری؟ صبح در اتاق تو داخل شد، کمایت بوسید، بعدش هم آرام کد از اتاقت برآمد رفت. کلی موترشان به مداد و گفت که به یلدز جان بده. واقعا لالای من به قسم گفت؟ بله دخترم، تو لالای تا نمیشناسی. اگه او واقعا قار میشد، او قسم در محضرم چیخ میزد، مستقیم سر سردار حمله میکرد. راست میگی؟ اما در اصل از سر صدای لالایت بترس. او خوش داره که سردار آزار بده دخترم. او از وقت راضی بوده، خدا به کوچه حسن چپ میزنه. حالا دیگه تو هم به این موضوعات فکر نکو، به در سایت برس جانم. راست میگی مادر؟ راست میگم. حالا ولا طرف تو سایل داره، برید من متوجه هستم قماندان صاحب، از پیش چشماش دور شدم اما حالم طرفم سایل میکنه. فکرت باشه وقتی به اندازه کافی بالا رفتیم تو رو از اینجا پایین مندازه. نه دیگه قماندان صاحب. به هر حال تو دوباره پلان من فکر کردی؟ چرت زدی بچه؟ قماندان صاحب حال وقتش نیست. درست است اما دوبارهش فکر کن. این کارو به ما بان. برید من، تشویش نکن. عمل کنین قماندان صاحب. در قدم اول به پایگاه درجه سوم ما در عراق حرکت میکنیم. بعد از او در جبهه ترکمن با یکی دو نفر ملاقات میکنیم. ماموریت ما از قراره. گرفته شد قماندان صاحب. اینا هستن سیفو؟ بله رئیس. تا ترکیه با این موترهای لقه میریم بچیم ها؟ لالادایی وقتا سرحدات با شدت محافظت میشن. یاره اکثریت جلکاری های پاسپورت افشا شده، رفتن بالار یا امتراس. به نظر من چی وقت کار شروع میکنن؟ اینا کار شب شروع میکنن، همه قسم به نظر میرسن. ماستو کورتز پرواز کده تونستی؟ کجا هستی؟ پرواز میکنیم، حالا حرکت میکنیم. کنون گپ شده؟ اگه به ترکیه نرفته باشی نرو. چرا؟ مویا با اینجا میاین تاغزی ها. ضرور نیست که در اونجا بری و خدا از بین ببری. وام اقدر مویای بزرگ نه که هیچ نیاز با سفر کردن نیست.
با مطبوعات افتتاح یک شفاخانه را خبر میده. میفهمی که یکی از جنرالای بلندپایه نیروهای ویژه ترکیه است. تنها به خاطر افتتاح به اینجا نمیاد. چی نظر داری ها؟ خوشت آمد؟ جنرال او آدم بلندپایه. دوباره میبینیم زاغسیا. هیچ وقت خوبی تا فراموش نمیکنیم. چی شد؟ نمیره. سیفو سیفو چطور؟ شما مرد اینجا همراهی میکنید. بیا تو به ترکیه میری. چطور؟ تا که میتونی نفر پیدا کن. باید آماده باشی. درست است زاغسیا. ایره پیدا کن. ایره پیدا میکنی و تا آمدن من نمیمونیش که کار کنم. دگروال یوز هستم با پایگاه مخشا آمدن قماندان صاحب. زنده باشی. این مراسم چقدر طول میکشه؟ زیاد طول نمیکشه. 3 ساعت قماندان صاحب. شما فوراً به قریه ترکا منتقل شوین. من تا صبح صبح حتما به جمعتان اشتراک میکنم. اطاعت میشه قماندان صاحب. بفرمایین قماندان صاحب. شمشیر میره. راستا شما ما را تعقیب کنید. خدا خیرت بده. بی بیخی خودم برس. مرا خب بسیار خوشه ماما. تشکر جانم. اوی. ای چی است؟ ای بی سیم است. از طریق سیگنالا با هم در ارتباط میشه. ایرم هم میشناسم. باید که بشناسی، به خاطر که تو یک دختر بسیار هوشیار و مقبول هستی. اگه من بودم در اینجا عکس خرگوشم نصب میکردم. اونا بسیار مقبول هستن. خرگوش گفتی؟ دستل یک مفکوره بسیار خوب است. اما میفهمی که خرگوش ها یک کمی ترسو میباشن. به نظر من در لباس عسکر خوب معلوم نمیشه. چی نظر داری؟ عقاب یا گرگ بودم میتونم. ای بسیار خوب است. اگه من بودم عکس زاغ نصب نمیکردم. امروز یک آدم دیدم در بازوش یک زاغ کلان رسم کرده بود. گفتی زاغ؟ او را در کجا دیدی؟ در پیش تپه. در پیش تپه امونجا کدام چیزم میپوشیدن. فهمیدم. آی بالا اینجا بیا جانم. تو چی را دیدی؟ میشه که سعی به من قصه کنی عزیزم؟ اوضاع چطور است آقا یحیی؟ خوب است سوران صاحب. خدا را شکر. خدا روز ما را سیاه نکنه. آمین. قماندان صاحب بگو برید من. باید با هم گپ بزنیم. درست است. میایم. با اجازه تان آقا یحیی. خواهش میکنم جناب سوران صاحب. مطمئن هستی چی ده؟ بله قماندان صاحب. او طفل زاغ میگه. در دنیا چند نفر وجود داره که در بازوی خود زاغ خالکوبی کنه؟ حق با توست. جای گفت در کجا دیده؟ بله قماندان صاحب. گفت در پیش درختای تپه. فهمیدم. میرم اونجا را میبینم. به احتمال قوی کدام مسئله است. تو هم به حیدر بگو که 4 نفره روان کنه. امنیت 4 طرفه برقرار کنه. اطاعت میشه قماندان صاحب. خیرات است سوران صاحب. کدام گپی است؟ دعا کنین که گپ نباشه. بچه ها زود شوین.
شما ادامه بتین من میایم. چیدم و بچه بگو که آماده باشن. اطاعت میشه قماندان صاحب. خدا لعنتت کنه. دوستا موضوع چی است؟ میبینیم بیادر شما احتیاط کنید. گرفتار شد درسته. سردار فوراً همراه دگروال کوپوز باید ارتباط بگیرید. اطاعت میشه قماندان صاحب. چی نظر داری چی تو؟ اینا رو از بین ببریم؟ اگر در دست ما باشه کلشون از بین میبرم زاغسی ها. من خود میشناسی. خدا کنترل کو چی تو؟ سبا جنرال میه. اشتیاط با اون نگاه کن. سیفو یه آدم ها کجا هستن؟ لالا ترکمنا پیرمیتن. آمدنشان کم وقت میگیره. همگی اینا رفتن. در قریه نفوذ میکنی. سیفو تو نفرهای تا جمع کن. با چشم لالا. بله قماندان صاحب مخابراتی بیرتمن اوکان هستم. از اتاق عاجل تماس گرفتیم. توران کان پشت خط هستن. درست است. قماندان صاحب. توران صاحب چی گپ شده؟ یک مانع جدی به وجود آمده قماندان صاحب. شک داریم که گزگانده اینجا باشه. گزگان گفتی؟ تو چی میگی بچه؟ قماندان صاحب شاهد عینی وجود داره. شواهد صاحب اظهارات شاهد عینی مطابقت داره. قماندان صاحب او در اینجا بوده میتونه. تو چی فکر میکنی توران؟ قماندان صاحب تحت این شرایط بودن قماندان صاحب ما در اینجا مناسب نیست. توصیه میکنم که دیدنشان فسخ شود. کان مطمئن هستی این یک تصمیم بسیار جدی است؟ قماندان صاحب ده تو یک وضعیت از این تصمیم چشم پوشی نمیتونه. وضعیت خطرناک است. درست است بچه. من همراه قماندان صاحب گپ میزنم. دوباره همراهت به تماس میشم. گرفتار شد قماندان صاحب. مایره چارچشم متوجه اطراف باشه. صبح بخیر بچه ها. بیشینه. من باید فوراً همراه جنرال کوتالمش گپ بزنم. همراهش تماس بگیرم. اینجا مناسب معلوم میشه رئیس. باش ببینم. میشه بیا که غذا بخوره. چی شده چی تو؟ چرا خنده میکنی؟ سلاحهای دورورد و کنسروور روزای باز ما ایره به یاد ما مرد رئیس. راست میگه. روزای بسیار بد بود نه؟ بسیار. کشتن یک ترک بسیار دوست دارم زاغسی.
بزرگ بیادر اوتانمش پاشا بسیار شوقی است. برات گفته باشم او آدم اگر گفته باشم میایم حتما میایم. ما چی خواهد کردیم بیادر؟ اگر برش زنگ بزنیم بازم در جنجال میمونیم. یوروک قماندان صاحب نباید اینجا بیاید بیادر. بسیار خطرناک است. بیادر چی بگویم؟ بگویم که قماندان صاحب کپوز منصرف شده برای چی بگویم؟ والا بیادر ما باید مسئولیت خود خوب ادا کنیم. متباقیش خدا مهربان است. قماندان صاحب به نظر من آی بالا راست میگه. او یک دختر هوشیار است و با گپ زدن خود میفهمه. به نظر من حتما زاغ سیاه دمی اطراف از قماندان صاحب. چی خواهد کردیم شرای کان بابا؟ توران بزکارت هستم. باید همراه قماندان گپ بزنم. بله قماندان صاحب من توران بزرگ هستم. مشنوم توران بگو. قماندان صاحب در معرض یک خطر جدی قرار داریم. توصیه میکنم جلسه‌تون رو به تأخیر بندازید. توبه دگروال از یک طرف تو از دیگر طرف. این چه قسم خطر است بگو. قماندان صاحب فکر میکنیم که زاغ سیاه اینجا است. اگر زاغ سیاه اونجا باشه ما اونجا هستم. این جلسه برگزار میشه. قماندان صاحب توران صاحب ببین ما این جلسه را برگزار میکنم. این جلسه به خاطر ترکمنای گرکوک و مورال دادن به اونا بسیار بسیار مهم است. نمیتونم بگویم که حال یک خطر پیش آمده و ما پس میرم و این جلسه را دیگه وقت برگزار میکنیم. اصلا نمیشه. تو هم هر چیزی که وظیفه ایجاب میکنه کوشش کنم کار انجام بدی. ما این جلسه را برگزار میکنم. فهمیده شد؟ اطاعت میشه قماندان صاحب. زنده باشی. به هر حال دوستا کاری که مربوط ما میشه رو انجام میدیم. بس دیگه برش میگم خطر داره هیچ گوش نمیکنم. بزرگ بابا انشالله یک روز تو هم جنرال میشی بخیر. برات میگن که کماندان صاحب از برای خدا اینجا نیا بسیار خطر داره. تو هم میگی که نمیایم. وای خدا وای. حالا زیاد گپ نزن. باید کار خود انجام بدیم. حالا چی دم بابا؟ تیم شمشیر حرکت میکنیم. چارچشم متوجه اطراف باشه. چی تو؟ اون سگ لعنتی را آرام کن. حالا توران کان بزرگ هستم. بسیار خوش آمده. وای بیادرم خوش آمدی پاشا.
چطور هستی؟ خوب هستی؟ خدا را شکر خوب هستم. تو چطور هستی؟ زنده باشی. نباید از پیش قماندان صاحب دور شویم. از نیم متر فاصله زیادتر نگیریم. اطاعت میشه قماندان صاحب. شمشیر، قماندان صاحب اینجاست. همگی متوجه باشند. از اونجا پس شو. حالا باد از شرق میوزد زاغ سیاه. فاصله 740 متر. خلاص است. کدام خبره است بچه ها؟ نه قماندان صاحب. قماندان صاحب در موبایلتان زنگ بود. کی بود؟ نمیفهمم که کی بود قماندان صاحب، اما بازم بار برتان زنگ میزد قماندان صاحب. عاجل بود به نظرم. درست است. بچه ها ما در اتاق ماست. اطاعت میشه قماندان صاحب. بله. ابراهیم مستم. شیلا تو ابراهیم لطفاً گوش کن. بیبی هر چیزی که میخوای آماده هستم که انجام بدم. درست است؟ تسلیم شدن با پلیس، زندانی شدن، به هر چیزی آماده هستم جانه. چی گپ است؟ نه که کدام پلان دیگه داری خانم شیلا؟ البته اگه نام واقعی تویی باشه. خلاصه برات میگم که به جهنم برو. نگو ابراهیم، من برات گفتنیا دارم. لطفاً من در سر سرک هستم. فقط چند دقیقه به گپایم گوش کن. درست است؟ بعد از خودم پیش پلیس میرم. بیبی در سر سرک هستم، در پیش ایستگاه تاکسی. یک تلفن PCO هست. من همینجا هستم. میشه که ببینی؟ لطفاً. شمشیر 5. شمشیر 5. آدمای پست خبر شدن. پس مام قرعه‌کشی میکنه. نام هر کی که برآمد.
پیدایش کنین. شمشیر او لعنتی رو پیدا کنین. سیفو همیاله حمله را شروع کنی. میبرای سلجوق ببین اونا یک لشکر هستن. لعنتی و به طرف قریه میرن. باید فوراً خبر بدیم سلجوق. چند نفر هستن؟ تقریبا 35 یا 40 نفر هستن. ابراهیم لطفاً به گفتایم گوش کن. من برات زیاد گفتنیا دارم. تا سر است. درست است. لطفاً بیا. بیبی فقط برای چند دقیقه میخوایم همراهت گپ بزنم، بعدم پیش پلیس میرم. درست است. لطفاً. قماندان صاحب، از درگیری اطلاع دادن برای ما. تلفات داریم؟ بچم گپ بزن. تلفات داریم؟ در 4 طرفه جنرال کوتالمش فایل صورت گرفته قماندان صاحب. از ما چی میخوایی؟ باید همراهم بیایی. اگه نه با ای دنیا ودا کو. را برو. تو کی هستی ها؟ بارت گفتم را برو. دفعه دیگه تکرار نمیکنم. بیا. یک گروه تروریستی تقریبا 40 نفری به طرف قریه در حرکت هستند. تعدادشان بسیار زیاد است. از هر طرف می آیند. قماندان صاحب، قماندان صاحب، قماندان صاحب. قماندان صاحب. ارشادونا را بکشین. کلشانه بکشین. هر کسی که به قماندان صاحب، به بیرق مقدس ما، به ترکا و ترکیه نزدیک میشه از پایین ببرینش. کلشانه بکشین. اطاعت میشه قماندان صاحب.
قماندان صاحب خوب هستین؟ خوب هستم. امرا تو؟ خوب هستم. ما هم خوب هستم قماندان صاحب. قماندان صاحب خوب هستین؟ خوب هستم. بایرام زود اینجا بیا بایرام. هایدر کل تیم حالت دفاعی به خود اختیار کنه. کس داخل قریه نشه فهمیده شد. بایرام زود شو اینجا بیا. کس داخل قریه نمیشه گرفته شد. قماندان صاحب شما خوب هستین؟ من خوب هستم. همگی خوب هستن؟ بایرام اینجا بیا. همگی ما خوب هستیم قماندان صاحب. قماندان صاحب شما را باید داخل ببرید لطفا. توبه گفتم که من خوب هستم. به طور رسیدگی کنین. حالا قماندان صاحب وظیفه من حفاظت از شماست. لطفا اجازه بدین که کار خود انجام بدید. گفتم که سر وظیفت برو دیگه. حالا قماندان صاحب لطفا. سرتون دستن خورده. دلبدی یا سرگنگسی دارین؟ گفتم که من هیچ مشکل ندارم. قماندان صاحب سرتون خون ریزی داره. باید داخل پاسمانش کنین. درست از داخل میریم. پاسمانش کو که این مشکل حل شوه. حالا چی ده؟ با پایگاه خبر بده بگو که محاصره شدیم. با کمک ضرورت داریم. حالا زود شو. اطاعت میشه قماندان صاحب. حالا هایدر چی گپ است؟ تعدادشان بسیار زیاد است بزرگ بابا. نیتی احمق جدی است. در برجا کی هستن؟ الیاس، سلجوق و بریدمن ارشاد. درست است. غالب اینجا بیا. امر کنین قماندان صاحب. تفنگت بگی با یک تپه بسیار بالا برو. هر کسی که در چشمت خورد جانش بگی. درست است؟ اطاعت میشه قماندان صاحب. حالا شیرین ببینم که کسی از تیر میشه یا نه. کسی تیر نمیشه قماندان صاحب. اگه با قیمت جانم حالا باشین. امرا همراه ارشاد و الیاس همکاری کن. چی ده؟ مسئولیت داخل همراه توست. اطاعت میشه قماندان صاحب. ضابط صاحب تیم تدارکات بحرانی جابجا کن. از پیششان پرندام پرواز نکن. اطاعت میشه قماندان صاحب. حالا توران صاحب ازتان خواهش میکنیم که داخل باشید. ما هم جنگ کده میتونیم. ترکمان عادت دارن که از خود دفاع کنن. توران صاحب ما هم جنگ کده میتونیم. بچه‌ها یکی به ما معلومات بده که همراه ما گپ نمیزنه. در اونجا چی جریان داره؟ با یکی از سربازای شمشیر گپ بزنید. قماندان صاحب بریدمن چیدم روی خط است. بریدمن چیدم. توران صاحب چطور است؟ اونا خوب هستن قماندان صاحب. زخمشان خفیف است. فعلا امن است. شما در چی وضعیت هستید؟ با اونا چرا رسیدگی کردن؟ نمیتونیم. در اونجا چی جریان داره؟ قریه محاصره شده قماندان صاحب. این پلان دفاع را تحریزی میکنن. کدام گروه است؟ هنوز نمیفهمم که تروریستای کدام گروه هستند، اما تعدادشون زیاد است. بریدمن حال گوشایت باز که و گپای مرا بشنو. مأموریت اولتان صحت و سلامت خارج ساختن قماندان صاحب از قریه است. منظورم فهمیدی؟ به هر قیمتی که میشه شو قماندان صاحب باید پایگاه انتقال بتن. گرفته شد قماندان صاحب. درست است. همراه ما دوباره تماس بگیرین به زودترین فرصت. اطاعت میشه قماندان صاحب. بچه این پایگاه را وصل کو. زود شو. اطاعت میشه قماندان صاحب. آقا یحیی نمیتونیم زندگی شما را به خطر بندازیم. لطفا داخل برید. توران صاحب 15 مردم سالا داریم که با سلاح‌ها بلد هستن و جنگ دیدن. لطفا اجازه بدید. آقا یحیی افراد ملکی را پیش کرده نمیتونیم. از ما توقع نداشته باشین. لطفا داخل برید. لطفا. بزرگ بابا در مقابل تو لشکر سیاه چانسمو بسیار کم است. یاروک کان اگه جنگ نکنن یحیی با تو از دست میتن. اولادای خدا، قریه خدا، هر چیز خود از دست میتن. قبلا هم از قریه خود دفاع کردن. بان بازو میکاره کنن. درست است. هایدر نمیتونم از افراد ملکی استفاده کنم. اونا را نباید چیزی شب از اونا محافظت کنم. میده شد این کارا به مبان. سردار بریدمن صاحب پیش ما بیا. اطاعت میشه. سلجوق پیش بیا. حالا
فایر کنید. امران فکر طبیعی متوجه باش. کماندان صاحب اردم کجاست؟ امره تو متوجه کارت باش بیادر. از هر جایی که میان بیاین تو فقط از بین ببرشان. باید یک جای خوب طرف پیدا کنم. کجا؟ قماندان صاحب کجا میریم؟ تو فقط بدو شیر بچه. واقعا کجا میریم قماندان صاحب؟ به مسجد. به مسجد؟ بله مسجد. قماندان صاحب کار باعث خونریزی میشه. در بین جنگ هستیم. فرق نمیکنه زود باش. خوب هستی لالا؟ کدام مشکل خونه است؟ جنرال از بین بردن نتونستیم سیفو. فهمیدیم که جنرال ها با آسانی از بین نمیره. راست میگه. چند نفر هستن؟ ولو نزدیک 40 نفر هستن. اما قیدگام تا حالت آمده باش هستن. با امرت حمله میکنه. درست است. حمله کنن لالا؟ تو چی نظر داری؟ والا به نظر ما حالی که تعدادشان کم است و نیروی کمکی نرسیده اونا را از بین ببره. امرای افراد اونا را نابود میسازه. تو میفهمی که اونا کی هستن سیفو؟ میفهمم لالا. ترک هستن؟ نه اونا تنها ترک نیستن. اونا نیروی ویژه ترکیه هستن. ایرا میفهمی؟ برات آسان است که بگوی اونا را از بین میبریم. اول اونا تو را از بین میبرن. ایرا میفهمی سیفو؟ از او خاطر باید هوشیار باشی. نیروهای ویژه مثل صوبانه تو را میخورن و ختم میکنن. فهمیدی سیفو؟ ایرا در کلی پوچ جای بته سیفو. فهمیده شد لالا. درست است. از او خاطر پرگویی را با منتظر می باشیم نفرایی که دولت آماده باش هستن نزدیک شفن. بعد از اینکه امر کدام فقط 3 دقیقه وقت می داشته باشن. سایز لالا. دوربین مرا. چرا قسم سایل داری؟ فاصله در بین موضع ها را کم کنین ارشاد. همراه توران حیدر در تماس باشه. موضوع از چی قرار است دارن؟ قماندان صاحب کوشش میکنیم شما را از این نقطه انتقال بدیم تا رسیدن نیروهای کمکی. کوشش میکنیم مقاومت کنیم. حالا باید شما را از اینجا خارج کنیم. هیچ برام مهم نیست. قماندان صاحب به صورت جدید خطر حیاتی قرار داریم. هر کسی که در مقابل ماست مستقیما شما را هدف قرار میده. از همین خاطر باید شما را انتقال بدیم. موضوع را فهمیدم توران. گفتم که برام هیچ مهم نیست. قماندان صاحب ما دستور داده شده. دستور چی؟ در اینجا ما دستور میتم. تو از کی دستور میگیری؟ بی توران. اگر زندگی من نجات پیدا کنه توران از تو در خطر است. اگر از تو نجات پیدا کنه از یحیی در خطر است. اگر از یحیی نجات پیدا کنه زندگی ترکمنا، زندگی خانما، کودکا، کل عسکرا در خطر میفته. اطاعت میشه قماندان صاحب. حالا به من قصی خطر مطرح نگو. با آن که وظیفه خود انجام بدیم. بچه حالا وظیفه تان انجام بدیم. اطاعت میشه قماندان صاحب. ببینیم که چی میشه. آی بالا باید داخل بریم تا اونا کار خود انجام بدن. درست است؟ یحیی بابا آدمای بد اینجا آمدن. تا که اونا در اینجا باشن به نظرت آدمای بد آمده میتونن؟ آمدن نمیتونن. ترکیه در اینجا است. آمدن نمیتونن. بله آمدن نمیتونن. ما باید داخل بریم تا اونا وظیفه خود به درستی انجام بدن. حالا بوتایت کشیدی شیر بچه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. البته که میکشمی. چه قسم سوال است؟ خوب کردی. آدم از دست هیجان هر کاری میکنه.
از دست هیجان تپ میکنه، از دست هیجان خودکشی میکنه. از خاطر بوتا رو گفتم بکش. به هر حال پشت گپا نگرد. کجاست میکروفون؟ کجاست؟ میکروفون چی میکنیم؟ یعنی چی که چی میکنیم بچه؟ دلت از دروازه به دروازه گشتن نفر جمع کنیم؟ در میکروفون اعلان میکنیم. بسیار خوب. دا اونجاست قماندان صاحب. این چکمه بوده میتونم. نه اون نیست قماندان صاحب. کار نمیکنه. خانم و آقایان، خانم ای رو امتحان کنیم. نشد نیم؟ تو هیچ چیز درباره تکنولوژی نمیفهمی. برید من برای خدا. تکنولوژی چی قماندان صاحب؟ یک میکروفون سابقه است. حال حلش میکنم. حلش کن. قسم میخورم که هیچ چیز رو بلد نیستی. راستی تو اون موضوع رو به کان بزرگ گفتی؟ کان بزرگ از دیگه فقط تو رو نمیشناسیم. رفتار عجیب و غریب میکنه. دیگه چی کنه؟ دلش بود مرا در یک قاشق آب غرق کنه. فقط که مغرب میشه. من خبرت گفته بودم که دست یخم شد. عجله کردیم. من خود حال ندادیم. هر وقتی که نامی یک دست گرفتم میشد یک رقم سرخ میشد که فقط نال بگیرم. آرام باش. فعلا در نشرات زنده هستیم. زبانت کنترل کن. چی میگی؟ بریدمن چی دارم؟ امر کنن قماندان صاحب. خانم و آقایان با این دو نفر بگو که دانایشان بسته کنن. اگه خودم میرم از اون منار پایین مندازمشان. گرفته شد قماندان صاحب. درست شد. کدام روزی کار بزرگ کرد. چو باش آرام باش. مادرای خاکمن گوش کن تورن. امر کنین قماندان صاحب. بانن که کار خود انجام بده. یادرای هم تا برای ما قریتان زیر تهدید یک حمله مسلحانه با عنوان بیادرایتان که منصوب به قوت‌های مسلح ترکیه هستیم. هر کسی که به استفاده اسلحه بلد باشه به خاطر اشتراکشون به جمع ما در باغچه یحیی باتور منتظرشان هستیم. تکرار میکنم، هر کسی که میتونه از اسلحه استفاده کنه به خاطر همکاری کردن با ما به باغچه یحیی باتور تشریف بیاره. کسایی که شنیدن به کالگی خبر بده. چطور بود؟ به نظرم از چیزی که فکر کردیم زیادتر جمع خواهد شد. سردار چی قسم انسان هستید؟ ای قسم یک جای مبارک سر ما اون مسئله رو یاد ما کی گفتیم شما موضوع رو باز کردین؟ من تو رو امتحان میکردم. اگه نیم اصلا این موضوع رو یاد نمیکردم. بیا که بریم سر کار ما. خب پشیمان میشه دیگه قماندان صاحب. قماندان صاحب سلام علیکم. اکثر مردای خری آمدن. کلشان همه قدر است؟ نه قماندان صاحب، نیروی اصلی حال میرسن. امر کنن قماندان صاحب. بیا. اطاعت میشه. نظرت چی است؟ هیچ تعجب نکردم قماندان صاحب. نیروی مردمی ما رسیدن. به این خانما موضع بده. تو مسئولشان هستی و یک طور موی هیچ کدامشان ضرر نرسه. حالا خواهرام میریم دیگه.
تعدادشان بسیار زیاد است. کماندان سپ تعدادشان بسیار زیاد است. کماندان سپ اونا طرف قریه میان. تعدادشان بسیار زیاد است. کماندان سپ تکرار میکنم. اونا به طرف قریه میان. تعدادشان بسیار زیاد است. مانع کلشان شدن نمیتونیم. غالب کجاست؟ غالب بیاییم بشیم. دوستای طبیعی و کمکشان بود. برو ماشیندار از بین ببر.